سلام مجدد، امیدوارم که تا اینجای کار برنامه خوبی رو داشته باشیم. میخوام چند تا خبر علمی و عمومی برای دوستان بگم. شما کارتون والی رو دیدید؟ کارتون والی رو ندیدم. نه کارتون والی والی آره سال 2009 تولید شده بوده. فیلم خیلی جذاب و جالبیه و یه صحنه خیلی جالبی داره. لحظه‌ای که والی از سطح سیاره زمین خارج میشه. وقتی که از سطح سیاره زمین خارج میشه، کلی زباله فضایی و ماهواره‌های قدیمی که بشر در طول حیات خودش اونها رو تولید کرده بوده و به فضا فرستاده بوده رو کنار میزنه و بعد وارد فضا میشه. میخوام یه خبر بگم براتون از یک فضاپیمایی که قرار بوده که بره در مدار زهره قرار بگیره و چون نتونسته بوده به مدار زهره برسه، الان داره برمیگرده که بیاد بخوره دوباره به زمین. ای بابا. بله. و به خاطر سفینه کاسموس که در سال 1150 از دوران رقابت فضایی شوروی به فضا فرستاده شده بوده، الان داره برمیگرده. دانشمندا پیش بینی میکنن که این سقوط کنترل نشده در یه منطقه غیر مسکونی رخ بده، پس خیالتون راحت، خبری قرار نیست اتفاق بیفته. یعنی احتمالش بوده با اون سفینه برخورد کنه به این خاطر برگشته؟ نه، این سفینه به فضا پرتاب شده بوده، نتونسته توی مداری که باید باشه دووم بیاره و پس از سالها، میگم سال 1150 رفته بوده بالا. از 50 تا الان چقدر میشه؟ خودش هم قدیمی است. خودش هم قدیمیه. الان داره برمیگرده که دوباره بخوره توی زمین و این یک مسئله خیلی جدی رو برای ما به عبارتی دوباره به یادمون میاره که ما نباید زباله فضایی تولید بکنیم. خب این از این خبر. شما در مورد دایناسورهای حقیقت جالب رو میدونستید؟ چیه اون حقیقت جالب؟ فکر میکنید در طول روز آیا دایناسور دیدید؟ در طول روز زندگی خودتون ها؟ زندگی خودم دایناسور دیده باشم؟ آره دیدید. دیدم دایناسور. آره دیدین. آره اینجا هم هست دایناسور. نه اینجا که نیست، ولی احتمالاً امروز ظهر نهار یکی از عزیزان در گوشه از ایران من دایناسور بله اینه که احتمالاً خیلی از عزیزان ما الان در نهارهای خودمون زرش پلو با دایناسور خورده باشیم. نه بابا، فامیلن. بله، مرغ‌ها و خروس‌ها بازمانده دایناسورها هستند از این همه سالی که گذشته، با توجه شاید به نزدیکی به 160 میلیون سال. و حالا دانشمندان یک خبری رو اخیراً منتشر کردن در رابطه با یک پرنده غول‌پیکری به اسم پتروسورها و متوجه شده بودن که این پتروسورها علاوه بر این که قبلا در گذشته کاملا توی فسیل ها هوایی بودن و انگار یه پرنده بودن که کاملا پرواز میکنن، متوجه شدن که این روی زمین هم خیلی خوب میتونسته راه بره. این در حقیقت به ما تونسته یک حقیقت خیلی مهم رو ثابت بکنه که ما تونستیم در دانش فسیل شناسی یک پیشرفت خیلی قابل توجهی رو داشته باشیم. این از این خبر. و یه خبری که حالا ما میگیم عمر چقدر کوتاهه، هفته گذشته در رابطه با بحث صدا صحبت کردیم و دقیقاً پس فردای برنامه ما یک خبر خیلی جالب در رابطه با صدا به قولی تولید شده بود. چی بود خبر؟ این خبر علمی این بوده که گروهی از دانشمندا روی درک حیوانات از موسیقی کار کرده بودن. شاید اون شعر معروف اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب گر ذوق نیست و را کش طبع جانوری رو شنیده باشید. و دانشمندا این کار رو انجام دادن. یک تحقیق رو دقیقاً روز 1 می 2025 هم منتشر شده، دقیقاً میشه پنجشنبه هفته گذشته، که روی بحث بیو موزیکالیته بر روی حیوانات به قولی کار کردن و متوجه شدن که حیوانات میتونن الگوهای موسیقی رو درک کنن. شاید میگم ما خودمون از نظر طبیعی خیلی از این اتفاقها رو حس کرده باشیم که خب حیوانات میتونن به موسیقی واکنش نشون بدن، اما شاید تا حالا مطالعه علمی قوی روش انجام نشده بوده که این گروهی از دانشمندان روی این بحث مطالعه علمی خوبی رو انجام دادن و متوجه شدن که حیوانات ضرب آهنگ‌ها رو خیلی خوب میتونن درک بکنن و شاید حالا روزی بتونیم موسیقیایی بسازیم که
برای حیوانات جذاب باشه، لذت بخش باشه و باهاشون ارتباط بیشتر و عمیق‌تری بگیریم. جالب شد. پس اینکه میگفتن مثلا پخش موسیقی میتونه روی شیردهی گاوها مؤثر باشه، حالا انگار داره کم کم به اثبات میرسه. آره این تحقیق میتونه نشانه هایی ازش دقیقاً نشون داده که میتونیم ارتباط باهاشون بگیریم. حالا اینکه این ارتباط آیا روی بخشای فعالیت‌های بدنیشون هم اثر داره یا نه، قطعاً باید پژوهش‌های دیگری انجام بشه. دو تا حوزه کاملا به نظرم متفاوت هست. الان فعلا به این بخش رسیدن که درک میکنن که آقا این موسیقی درک کنن که این موسیقی ضرب آهنگی داره، متفاوت از شاید صدای عادی و صحبت کردن باشه و موسیقیه. دقیقاً. خیلی خوب. ممنونم از تو. خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما. اخبار این هفتم تموم شد. دیگه نمیای؟ این هفته نه امشب دیگه برنمیگردی داخل استودیو. خب اگه تو رو دیگه ندیدیم پس خداحافظ. بذار نظرت راجع به موضوع بپرسم. به نظرت بهتره روند طبیعی پیری رو بپذیریم یا دنبال راههای علمی برای طول عمر بیشتر، توقف روند پیری و حتی جوانتر شدن باشیم؟ انتخاب خودت کدومه؟ خیلی سوال سختیه و واقعا بهش فکر نکردم حتی تو این چند لحظه برنامه، ولی الان خیلی بداهه بخوام بگم، من فکر میکنم ما آدم ها توی هر مرحله از زندگیمون اومدیم که یک چیز رو کشف کنیم که تا حالا نتونسته بودیم تو قبل از این کشف کنیم و خب شاید خیلی جالب باشه که بتونیم راههایی رو برای این کشف کنیم که بیشتر زنده بمونیم. کار جالبیه، اما الان که بیشتر بهش فکر میکنم امیدوارم برای همه اینطوری باشه، برای پدر مادرهامون، برای کسایی که دوستشون داریم و بتونیم هممون با هم در کنار همدیگه زندگی خوب و طولانی رو داشته باشیم. آفرین، چقدر قشنگ. متشکرم از تو علیرضا. خیلی ممنونم از شما. زنده باشی.